چی باید گفتم؟ بگو. سلام من ارتان. آره آفرین. میشه لیوان نارنجی مال من باشه؟ آره دیگه آبی بسته دیگه الان زدی واقعا بسته دیگه دیگه الان بسته کامل؟ آره به خدا بسته استرس گرفتم. نه سلام من ارتام، خوش اومدید به چنل من. من همیشه خیلی به برنامه سازی و ویدیو ساختن و اینا از بچگی علاقه داشتم. یعنی خیلی وقتا واسه خودم یا با دوستام یه سری مثلا فیلم میساختیم و فیلم‌های کوتاه و خیلی فان بود همه چیز برامون. ولی دیگه پارسال خیلی با فضای یوتیوب آشنا شدم، اینجوری بودم که حتما یه چنل منم بزنم، شاید مثلا یعنی اون علاقه‌ای که از بچگی داشتم رو دنبال کنم. به خاطر همین خیلی به یوتیوب علاقه من شدم، ولی یه سری مشکلات پیش اومد که این کار نتونستم بکنم دیگه. شد تا امسال هم دیگه دوستام خیلی گفتم چرا مثلا شروع نمی‌کنی و چرا گذاشتیش کنار و اینا. دیگه الان با فشار دوستام در خدمت شما، ان شاءالله بتونم که ویدیوهای خوبی براتون بسازم. خب ویدیوهایی که من قرار براتون بسازم و درست کنم یه سری ولاگ، یه سری چالش‌های خنده‌دار و یه سری چالنج‌ها و ارزم به حضورتون همین کارهای روزمره است، شاید مثلا رستوران‌ها و کافه‌های جالب، و اینکه امیدوارم که خوشتون بیاد، حمایت کنین و لذت ببرین. کات؟ کات دیگه.